سلام دوستان نازنین، امیدواریم جور باشین، صحتمند باشین هر جایی که هستین. دوستان نازنین، امروز آشک آماده دادم، خواستم که رسیپی را امروز شما شریک کنم. دیگه می طرفی آماده دادن چی در قدم اول کمی روغن در ظرف اضافه نی. روغن چی مطابق میل خود میتونین کم و زیاد کنین. یک دانه پیاز، یک چند دانه سیر را اما تو خورد نی سرش اضافه نی میلی که خوب سه زرد شنه. وقتی پیاز در زرد شده بود بادنجان رومی 2 یا 3 دانه بادنجان رومی را اما تو سرش اضافه کده. باز میلی که خود خورا کمی زرد کنه. وقتی بادنجان رومی زرد شد سری روغن آمد با گوشت استفاده نی. گوشت میتونین که از گوشت گوسفندم قیمش استفاده کنین، میتونین از گوشت گاو هم استفاده کنین. ما خودم از گوشت گاو قیمش استفاده کردم. باز گوشت را که انداختی کمی او سرش اضافه نی، او با این خاطر که گوشتا خود را باز کنه. وقتی گوشتا باز کرد زرد شنه سرخ شنه خامبویش از بین بره. گوشت رم که سرش او اضافه دادی در بین 4 الی 5 دقیقه خوب سه او خورا خشک نه. گوشتام امود خوب سه سرخ میشه. میگنین که ما امود تو اساس تا سرش فشار میدیم که گوشتا کلایش باز شنه. وقتی گوشت از ما خوب سه در روغن سرخ شد یک قاشق زیره، یک قاشق مرچ سرخ، یک قاشق زردچوبه. مرچ سرخ شی مطابق میل خود میتونین کم و زیاد کنین. دیگه نمک قدر ضرورت، گشنیز خشک پودر شی یک قاشق غذاخوری، بازروب یک قاشق. کلی مواد را انداخته باز خوب امون تو میکس نی که کلی مواد امون تو کم زرد شنه. وقتی مواد از ما زرد شد او سرش اضافه نی، او هم خیلی زیاد اضافه نی او کم اضافه نی. امون تو خوب میکس نی که کلی مواد یک جان شنه. قیمز مم خوب سایه او خورا خشک کده. سری روغنم در رنگ کشیده. وقتی سری روغن آمد رنگ کشید یک پیاله از نخود جوش زدگی سرش اضافه کده. اما تو اساس تا میکس نی. باز کمی او سرش انداخته سرش را سرپوش نی در آتیش خیلی کم برای 15 الی 20 دقیقه میلی که اساس تا مو تو دم شنه آماده شنه. دیگه قیمز مو آماده برای آشک. دیگه قیمر یک طرفه میلی می طرفی آشک شی. برای آشک گندنه گرفتم. باز گندنه را مت خورد کده ششته سرشی کمی روغن، کمی مرچ سیاه، کمی نمک. اینایش مطابق گندنه خود میتونین اضافه کنین. اگر گندنه شم زیاد باشه میتونین زیادتر اضافه کنین، اگر گندنه شم کم باشه میتونین کمتر اضافه کنین. باز کلگیش را خوب امون تو میکس نی که کم توم او را بکشه. وقتی گندنه یا او خورا کشید باز از پوش آشک استفاده نی. پوش آشک را میتونین که از ولورد بگیرین. دیگه هر رقمش هسته، ام از گیرچی هسته، ام از چارکنجش هسته، هر کدامش که دوست داشته باشین میتونین اشی استفاده کنین. در ولورد پیدا میشه. دیگه ما خودم همیشه که آشک آمادن و منتو آمادن از ولورد میگیرم. باز گندنه را در داخلش ایشته اما 4 طرفش را او میزنی باز بندنی. قرمم آماده شده به خیر. دیگه او برای آشک اشتم اوی آشکم جوش کده.
کمی نمک سرش اضافه نم. دیگه خوب همون تو میکس نم. آشکاره که پیش از پیش آماده دادم، اما تو داخلش دانه دانه اضافه نم میلم که جوش باید برای 6 الی 8 دقیقه. دیگه جوش دیدن چند مطابق پوش آشک کنین. اگر میگنین که پوش آشکشم دبله میتونین زیادتر جوش بدین. اگر دیدین که پوش آشکشم نازوکه میتونین کمتر جوش بدین. پوش آشک را که از وولورت میگیری خیلی متو نازوکه، دیگه زیاد لازم نیه که جوش بدی. در بین 5 الی 6 دقیقه خوب سه آماده میشه. خب آشک از موم آماده شده. من این طرفی کشیدون چی. برای کشیدون چی من خودم از پتنوس استفاده کردم. شما در هر قسم ظرف که راحت باشین که دوست داشته باشین میتونین بکشین. دیگه کمی از این ماسک گرفته اما تو در سری پتنوس انداخته میگنین که کلی جایش را تو هموار نم. بعد از او آشکار که آماده شده سرش میکشم. وقتی که آشک را میکشین کوشش کن که او نداشته باشه. وقتی که آشک او داره یک قسم او مزه دیشی تغییر نه. دیگه کوشش کن که او شیر قدر که داخلش هستن اما تو بکشین. بعد از او در ظرف اضافه کنین. یک دوره آشک را کشیدم. باز این دوره دوم را اضافه نم میلوم که آماده شنه. قرمز ما که آماده شد باز از گشنیز تازه سرش خورد کردن کمی انداخته. باز اما تو میکس نی میلی که وقتی آشک از ما آماده شد اما تو سرش بندازنیم. دوستان نازنین دومنه دوره آشک از موم آماده شده اما تو اساس تا میکشی. قرمز موم که دیدین بسیار اما تو با آسانی به راحتی آماده شد. دیگه میگنین که خیلی اما تو آبگین نیه. دیگه خیلی اوکی نیه. روغن چی زیاده در آشک روغن چی هر قدر زیادتر باشه خوشمزه تره اگر شما دوست داشته باشین. من خودم در آشک دیگه قرمشی روغن چی زیادتر دوست دارم. قرمه را تو دبین یک ظرف علایده میکشی. دیگه هر کس مطابق میل خو میتونه که نوشی جان کنه. دوستان نازنین آشک از موم آماده شده. آماده صرفه. دیگه امرای گشنیز تازه ماست تزیین کردم. شما هر قسمی که دوست داشته باشین میتونین تزیین کنین. امیدوارم که ویدیو برای شما مفید تمام شده باشد. اگر ویدیو از من خوش آمده باشد حتما رخشانه حمید کوکینگ چنل را لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن. دیگه یک جهان تشکر از اینکه همیشه ویدیوها رو توغنین، سپورت نین، همیشه کامنت میلین. دیگه شما رو در خداوند یکتا میسپارم. همیشه خوش باشین، در پناه حق باشین. وقت شیم خوش، روز شیم خوش. خدا حافظ.